مریم تازه به یه آپارتمان قدیمی در شیراز نقل مکان کرده بود. ساختمون 3 طبقه بود و واحدش در طبقه دوم بود. طبقه بالای سرش هم سالها بود که خالی بود. شب اول ساعت حدود 2:30 مریم با صدای خیلی آرومی از خواب پرید. صدای مثل کشیده شدن یه صندلی روی زمین. بعد هم صدای قدم زدن. اولش فکر کرد خیالاته، اما شب دوم همون ساعت، همون صدا. روز بعد با مدیر ساختمون صحبت کرد. اونم گفت طبقه بالا خالیه. کلیدش هم دست خودمه. هیچ کسی هم اونجا نیست. شب سوم دیگه صداها خیلی واضح تر شده بود. این بار صدای افتادن یه چیزی شبیه افتادن یه جسم سنگین روی زمین. مریم وحشت زده شده بود. اما تصمیم گرفت منطقی برخورد کنه. گوشش رو روشن کرد و گذاشت تا صداها رو ضبط کنه. صبح که شد مدیر ساختمون رو قانع کرد که با هم برن طبقه بالا رو بررسی کنن. در رو باز کردن. خونه پر از گرد و خاک بود. هیچ اثری از زندگی نبود. هیچ صندلی، هیچ وسیله‌ای، هیچ چیزی که بتونه اون صداها رو ایجاد کرده باشه. موضوع عجیب اونجایی بود که مریم صدا رو برای مدیر ساختمون پخش کرد. صداها کاملا واضح بودن. چیزی شبیه حرکت یه صندلی و در پایان صدایی که انگار زمزمه می‌کرد هست. مدیر ساختمون رنگش پرید. آروم گفت من این صدا رو میشناسم. خیلی قدیم توی این طبقه پدر صاحب خونه زندگی میکرده. سالها پیش دیگه پیر و فرتود شده بود. یه شب لامپ اتاق پذیراییشون میسوزه. چون کسی نبوده خودش صندلی میذاره تا بره لامپ رو عوض کنه. ولی تعادلش رو از دست میده و میفته و متاسفانه گردنش میشکنه و فوت میکنه. از اون سال در این خونه تا به الان قفله. افراد زیادی اومدن و رفتن. چندین نفر از طبقه بالا صدایی شنیدن، اما چون مثل شما مدرکی نداشتن ما باور نکردیم. این صدای اون مرده، همبازی شطرنج پدر بزرگم. چند شب بعد مریم تصمیم گرفت وقتی این صدا میاد خودش بره بالا. برای همین از مدیر ساختمون کلید رو گرفت و اونم بدون هیچ حرفی کلید رو بهش داد. شب منتظر بود تا با شنیدن اولین صدا بره بالا. همینطور هم شد، رفت. وقتی در رو باز کرد چراغ روشن بود و یه صندلی چوبی قدیمی زیر لامپ گذاشته شد.